ریاض الجنه از دیدگاه آخوند رافضی. و یکی این که روضه مطهر به تعبیر پیامبر فرموده که اینجا روضتون من ریاض الجنه، بین قبری و منبری روضتون من ریاض الجنه، محل دفن فاطمه زهرا را روضتون من ریاض الجنه تعبیر کرده. عین همین عبارت را بین جبل طوس روضتون من ریاض الجنه و نکات فراوان دیگر. امام رضا فرمودن بین قبری و بین الجبلین روضه من ریاض الجنه، اصلا بین دو کوه یک وادی از بهشت. بینندگان گرامی، ملاحظه فرمودید که این آخوندها چگونه حدیث صحیحی که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه را تحریف می کنند. یکی میگوید در روضه جنت مسجد پیامبر فاطمه زهرا رضی الله عنها دفن شده و دومی حدیثی را ذکر می کند که شهر مشهد محل دفن امام رضا نیز روضه ای از ریاض الجنه می باشد. این گونه روافض افراطی به منظور این که برای خرافات و قبر پرستی های خیش دلیلی داشته باشند و شرکیاتی که نزد قبر امام رضا رحمه الله در طوس انجام می دهند را توجیه کنند، دست به این تحریفات میزنند و در مقابل اماکن مقدس اسلامی اماکنی جعلی برای عبادت میسازند. مثلا برای فضیلت قم حدیثی جعل کردند که از 8 دروازه بهشت 3 دروازه در شهر قم وجود دارد. همچنین شما می توانید خرافاتی را که در فضیلت شهر طوس روایت کرده اند در بهار الانوار مجلسی و عیون اخبار الرضا مطالعه نمایید. الله متعال در مورد یهود که چنین روشی را به کار می بردند می فرماید فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیة يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. پس آنان را به سبب پیمان شکنیشان نفرین نمودیم و دلهایشان را سخت کردیم. آنان واژه ها را از جایگاهشان تغییر می دهند و بخش زیادی از پندهایی را که به آنان داده شده بود از یاد بردند و تو همواره به خیانتی از سوی ایشان پی میبری جز اندکی از ایشان که خیانت نمی‌ورزند. پس از آنان درگذر و از مجازاتشان روی بگردان. به راستی الله نیکوکاران را دوست دارد.